گروک 4. امروز دقیقاً همون چیزی رو براتون آوردم که بهش نیاز دارید. یک راه میانبر برای پیدا کردن آلت کوین های آماده پامپ. من پردیس سلمانپور هستم و اینجا کریپتو نگاره. میخوام بهتون بگم چطور از هوش مصنوعی گروک 4 میتونید برای شکار آلت کوین های آماده پامپ استفاده کنید. این ویدیو حدود 5-6 دقیقه است. پس مثل من برای خودتون یه چای یا قهوه بریزید، هدفونتون رو بذارید و تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. دیگه هممون میدونیم که رویای پولدار شدن با آلت کوین های پامپی چیزیه که در سر هممون هستش. اما مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که اکثر ما وقتی میرسیم که آلت کوین ها پامپ خودشون رو انجام دادن و این قطار حرکت کرد و فقط ضررش برای ما میمونه. اما هوش مصنوعی گروک 4 اومده که بازی رو عوض کنه. چون که هوش مصنوعی گروک 4 به داده های پست های شبکه X، فاندینگ، جابجایی نهنگ ها و داده های بلاکچین دسترسی داره. به خاطر همین میتونه قبل از اینکه پامپ اتفاق بیفته به ما هشدار بده. خب ببینید وقتی که پامپ میخواد اتفاق بیفته قبلش یه سری هشدارها وجود داره. مثلا توی شبکه‌های اجتماعی میان در موردش صحبت میکنن، یه سری شایعات پراکنده میشه، یه جابجایی‌های مشکوک بین نهنگ‌ها اتفاق میفته و حجم معاملات هم در دکس ها افزایش پیدا میکنه. قبلا برای اینکه ما این سیگنال ها رو پیدا کنیم ساعت ها باید زمان میذاشتیم، اما الان گروک 4 با یه پرامپت این کار رو برای ما انجام میده. گروک 4 جدیدترین و هوشمندترین مدل XAI هستش که به داده های زنده وب و X دسترسی داره. ببینید این واژه زنده خیلی مهمه، یعنی داده ها لحظه‌ای هستن. در واقع شما فقط کافیه بیاید ازش بپرسید که توی 1 ساعت گذشته کدوم توکن بیشترین منشن رو داشته و چرا. و جالب اینجاست که گروک میاد و جواب تو به صورت دقیق و فوری واسه همون لحظه بهت میده. خب ما که قبلا داشتیم از تریدینگ ویو استفاده میکردیم، دیگه چه نیازی به گروک 4 داریم؟ ببینید تریدینگ ویو داده های گذشته رو به ما میده. وقتی حجم معامله زیاد شده دیگه این داده ها اون لحظه به درد ما نمیخوره. گروک 4 میاد شایعات رو جمع آوری میکنه قبل از اینکه پخش عمومی بشن و میاد فعالیت های نهنگ ها رو با صحبت هایی که بین کاربران داره اتفاق میفته ادغام میکنه. از طرف دیگه میاد نقدینگی و فاندینگ رو بررسی میکنه و بر اساس جمع آوری این اطلاعات میبینه که کدوم توکن قراره پامپ بشه و به ما هشدار میده. خب حالا بریم چند تا از مهمترین نشانه های پامپ یک آلت کوین رو با هم بررسی کنیم. یکی از مهمتریناش جهش های رسانه‌ای، همون اتفاقی که برای پپه و فلوکیو افتاد. اینها اول در رسانه X ترند شدن. کاری که میتونیم بکنیم اینه که بریم توی گروک و یه پرامپت بنویسیم که 2 تا از توکن هایی که توی 2 ساعت گذشته بیشترین منشن رو داشتن برام لیست کن و به هم بگو که چرا ترند شدن و بگو آیا این ترند شدن طبیعیه یا تبلیغاتیه، در واقع شیلینگ یا واقعیه. اگه معنی شیلینگ رو نمیدونید حتما ویدیوی قبلی که براتون آماده کردم و اصطلاحات مارکت آلت کوین ها رو بهتون آموزش دادم ببینید، چون خیلی بهتون کمک میکنه. نشانه مهم بعدی لیست شدن در صرافی های معتبری مثل بایننس و کوین بیس. معمولا توکن ها وقتی که عرضه میشن اول توی صرافی های غیر متمرکز لیست میشن و بعد با لیست شدن در صرافی های معتبر ارزششون به شدت افزایش پیدا میکنه. کاری که ما انجام میدیم اینه که از گروک 4 میپرسیم آیا در 24 ساعت گذشته پست معتبری وجود داره که اشاره کنه به لیست شدن قریب الوقوع آلت کوین هایی که ارزش بازارشون زیر 200 میلیون دلاره و ازش میخوایم که محتمل ترین ها رو برای ما لیست کنه. نشانه مهم بعدی فاندینگ ریت یا اهرم های مالی هستش. در بازار فیوچرز وقتی تریدرها در یک جهت، یعنی یا بالا رفتن قیمت و یا پایین اومدن اون دارن معامله میکنن و اهرم هاشون رو میبندن، باعث میشه که فاندینگ ریت یا حجم معاملات اون توکن در اون جهت افزایش پیدا کنه. کاری که ما انجام میدیم این هستش که میریم از گروک 4 میپرسیم که در حال حاضر در کدوم یکی از توکن ها حجم معاملات نسبت به میانگین 30 روزه خیلی بالاتر هست و آیا این میتونه نشونه‌ای برای افزایش قیمت باشه یا صرفاً ریسک لیکویدیشنه.
مطمئنم که دارید یکی از بهترین آموزش‌ها رو در چنل کریپتو نگار می‌بینید. پس با حمایتتون به ما انرژی بدید. چهارمین نشونه، نهنگ‌ها همیشه زودتر از دیگران حرکت میکنن. برو از گروه 4 بپرس 3 تا تراکنش نهنگی که در 12 ساعت گذشته اتفاق افتاده رو لیست کن و به هم بگو آیا نشانه خاصی در این تراکنش‌ها میبینی یا نه. نشانه پنجم، گروه‌های هماهنگ پامپی، گروه‌هایی که با چت‌های هماهنگشون باعث اتفاق افتادن پامپ و دامپ‌های بزرگ میشن و افرادی که از این چت‌ها خبر ندارن قربانی و متحمل ضررهای خیلی بزرگی میشن. برای اینکه جزء این افراد قربانی نباشی حتما برو از گروه 4 و این پرامپت رو بده که چت‌های شبکه X رو برای پامپ هماهنگ در 24 ساعت گذشته ارزیابی کن. توکن ها رو لیست کن و بگو که این ارزیابی چقدر اعتبار داره. حالا میخوام بهت یه پرامپت طلایی بدم که از ترکیب نشونه های مهم گروک بهت یه سیگنال درجه 1 بده. برو برای گروک بنویس که توکن هایی که فعالیت اجتماعی بالا، فان ریت بالا و جابجایی نهنگی دارن رو برام لیست کن. بر اساس پتانسیل پامپ رتبه بندی کن و به زبان ساده بگو که چرا ممکنه قیمتشون بالا بره. آیا من میتونم از گروک رایگان برای این امکانات استفاده کنم؟ نه خیر. اگر که به این امکانات نیاز داری، در واقع یک تریدر و یه لطفی کن در حق خودت و با ماهیانه $30 اشتراک پریمیوم گروک 4 رو برای خودت تهیه کن. مطمئن باشیم بهترین تصمیمیه که در مورد هوش مصنوعی میتونی بگیری. اما سخن پایانی، گروه 4 یک چت بات نیست، یک دستیار معاملاتیه. یادت باشه که تو یک تریدر هستی. تمام اطلاعاتی که گروه 4 بهت میده یک هشداره. اونی که باید تصمیم نهایی رو بگیره خودتی. پس خوب تحقیقاتتو انجام بده.